در افغانستان مقامات گفتند تعداد قربانیان حمله به شفاخانه نظامی در شهر کابل به 49 نفر رسید. شاهدان حمله میگویند سیلوه‌بدستان لباسی طبیب در تن به سوی آنها آتش کشادند. بالکل یک وحشت بود دیگه، به خاطر از اینکه این کسایی که آمده بودم چپنای سفید به تن داشتن، چپنای سفید، لباسای دکترها را دیگه. از این خاطر ما هیچ کس باور نمیکرد که دکتر اصلا یک کلاشینکوف در دستش باشه کسی را بزنه دیگه. اینمی جای تعجب است که با استفاده از چپن سفید کشتن انسان ها، امی کار بسیار خراب است و خصوصا مریضای ما را تمامش کشتن، از بین بردن، دکترهای ما را از بین بردن. سرطبیب شفاخانه روز 9 مارت گفت در حمله روز 8 مارت به شفاخانه نظامی سردار محمد خان همچنین 63 نفر دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله به شفاخانه را بر دوش گرفت که این شفاخانه در نزد سفارت آمریکا در کابل جایگیر است. به نیروهای امنیتی افغانستان میسر شد در 2 ساعت حمله‌وران را محو کنند. مقامات گفتند در حمله 4 جنگجو شرکت داشت، هرچند گروهی به نام دولت اسلامی شب گذشته عکس 5 جنگجو را نشر کرد که به گفته سازمان برای این حمله سفربر شدند.